حاج کریم انشالله عمرت طولانیه و انشالله 100 سال دیگه هم بتونی بخونی. فرض کن آخرین تلاوتت باشه، کدوم آیه رو انتخاب میکنی که اون رو بخونی؟ اینم از اون جوابای سخته. دعا میکنی. دعا کن، ولی چه آیه‌ای میخونی؟ دعا میکنم عاقبت به خیر بشی. خب اینا همش ظاهره. نمیدونم اون لحظه کدوم آیه به ذهنم میاد. چی دوست داری؟ نمیدونم، هنوز اون لحظه نرسیده. الان بگم شاید خلاف اون چیزی که من میگم. حالا فرض کنیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ای والله ای والله ای والله ای والله. حاج کریم زنده باش. یه روایتی هست، یه روایتی هست که میگن به قاری میگن بخون برو بالا. آیاتی سراغ اون قاری میاد که بهش عمل کرده باشه ولی یادش نمیاد. بنه که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پناه بر خدا نکنه ما از طریق همین تلاوت بریم جهنم. فی جهنم طاحونة تطحن فيه رؤوس العراء. خودم همین روایت از امیرالمومنین خوندم. در جهنم یه آسیابی هست مخصوص سر قاریا. باید عمل کرد عزیزان. من از این صحبت ها که میترسم اینه، میگم به اندازه عملی که میکنم حرف بزنم. میترسم از صحبت، باید به اندازه حرفی که میزنم بهش عمل کنم. عاقبت به خیر خیلی مهمه عزیزان. زجه بزنید، گریه کنید، بنالید که خدا ما رو عاقبت به خیر بکنه. عاقبت به خیر خیلی. الحقنی بالصالحین. ان شاء الله هممون به برکت اهل بیت قرآن ان شاء الله اونا دست ما رو بگیرن. ان شاء الله ما رو خدا عاقبت به خیر بکنه، به خصوص تو این زمان که همه چی داره دعوت میکنه. شیطان میگه دعوتکم فاستجبتم لی. خدا میگه والله یدعو. هر دو دعوت، انتخاب با خودته. امام ثابت کرد تو این زمان آدم میتونه خوب بشه. آیت الله بهجت ثابت کرد، دیگران. پس میشه تو این زمان آدم شد. باید کنترل کرد، باید زجه زد. یهدی الیه من اناب. یهدی الیه من اناب. باید انابه کرد، باید زجه زد. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یکی از این نعمت ها وقت عمر دیگه بر نمیگردیم. بعدن تاریکی ها شروع میشه. الا نور ایمان، بتون ایمان و همراهمون ببریم و الا بدبختیم. به خصوص اگر کسی ما رو بشناسه میگه تو میخوندی، اون آقا نمیخوند. تو که میخوندی، تو که میدونستی. از این من بگم وای به حال اون. ولی امید به رحمت خدا، به لطف خدا، به امید خدا، به برکت اهل بیت. یه آرزویی داشتم که خادم اهل البیت بشم و الحمدلله حالا نمیگیم خادم شدیم ولی انشالله محسوب بشیم به خادمی اهل بیت. من اجازه میگیرم از اساتیدم با من بیان. شما هم بفرمایید. بسارت حلال کنید. بسارت شد. من کوچیک شما هستم. من واقعا به نمایندگی از تمام قاریان ایرانی، ایشون آبروی ما بوده همه جای دنیا. هیچ کس هیچ گلگی ازشون هیچ کجا نکرده، با اینکه مقامش از همه ما بالاتر بوده، از همه ما معروفتر بوده، از همه ما محبوبتر بوده. پادشاهان جهان دعوتش کردن ولی برای کسی هیچ وقت خط و نشون نکشید، شرط نذاشت، تعیین نه، هیچ کاری.
و من واقعا افتخار میکنم که برادر کوچک ایشون هستم. آفرین. و این هدیه هم از طرف تولیت حرم ابوالفضل العباس علیه السلام به حاج آقا میدم که نشانه خادمی، چی میگن، خادمی افتخاری. نه این دستتون رو بیارید، اینو بیارید بالا جان، اینو بیارید بالا. البته شون خادم افتخاری حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام هستن. سالهاست اونجا حضور دارن، فقط برای تلاوت رفتن و ذکر ابوالفضل العباس علیه السلام اینم اضافه شد به اون. السلام علیکم یا اهل بیت. امیرالمومنین حتما صدای شما رو شنیده، اذان شما خصوصا اذان الفجر حتما شنیده. خدا ما شرمند قرآن اهل بیت قرار نده، ان شاء الله بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم. ان شاء الله همینطور باشه. خدا خیرتون بده، عاقبت به خیر بشین همتون، ان شاء الله عاقبت به خیر بشین به برکت قرآن اهل بیت. ان شاء الله همتون عاقبت به خیر بشین. به خصوص اساتید محترم، من شرمنده شدم، خدا میدونه. محبت کردید، بزرگواری کردید. خدا شما رو ان شاء الله قولو بدید به جمع. اصلا. اولین دیدار نایب الزیاره بودید. سلام. خلاصه همه ان شاء الله چشم. جمع رو یاد خصوصا در کنید. وقت اذان، ان شاء الله اگه قابل خصوصا در باشید. وقت خصوصا در انشالله. وقت اذان، انشالله. هنگامی که تلاوت میکنن ان شاء الله و سلام. منتج به انشالله. اذان میشه ان شاء الله، انشالله. با امید. دعوی همه باشه. انشالله با امید. ممنونم. چشم. ان شاء الله موفق باشید. محبت دارید. یا التماس دعا، التماس دعا. خدا